با درود به همراهان عزیز هیوا شبکه. با 3 روش فعال یا غیر فعال کردن حساب کاربری ادمنستریتور لوکال در خدمتتون هستیم. بریم سراغ روش اول. روش اول با استفاده از کامپیوتر منیجمنت است. روی دیس پی سی یا مای کامپیوتر راست کلیک میکنیم و منیج رو میزنیم. حالا به لوکال یوزرز اند گروپ میریم، به قسمت یوزرز میریم. این حساب کاربری ادمنستریتور هست که ما میتونیم اینو فعال یا غیر فعال کنیم. کافیه روش راست کلیک کنیم و پروپرتیز رو بزنیم و اینجا گزینه تیک اکانت ایز دیزیبل رو برداریم تا این حساب فعال بشه. الان فعال شد. برای غیر فعال کردن دوباره همین کار رو تکرار میکنیم. بریم سراغ روش دوم. روش دوم با استفاده از گروپ پالیسی لوکال هست. برای دسترسی به اون میتونیم سرچ بکنیم پالیسی و به لوکال سکیوریتی پالیسی رو. در اینجا به قسمت لوکال پالیسی میریم، به قسمت سکیوریتی آپشنز. حالا این پالیسی رو ما میتونیم فعال یا غیر فعال کنیم. ادمنستریتور اکانت استاتوس، روش راست کلیک میکنیم، پروپرتیز رو میزنیم و اونو اینیبل میکنیم. برای غیر فعال کردن دوباره همین کار رو تکرار میکنیم. دفعه روی دیزیبل میزنیم. بریم سراغ روش سوم که با استفاده از دستورات خط فرمان هست. به سراغ CMD میریم و اونو به صورت ران از ادمنستریتور باز میکنیم. از این دستور برای فعال کردن حساب کاربری ادمنستریتور استفاده میشه. نت یوزر، نام یوزر که ادمنستریتور هست، اکتیو یس. و به این طریق حساب کاربری ادمنستریتور فعال شد. برای غیر فعال کردن هم همین دستور رو میزنیم ولی به جای yes no رو میزنیم. امیدوارم این آموزش به دردتون بخوره. تا آموزش های بعدی، خدا نگهدار.